салом бинандагони гироми, манзури шумост барномаи навбати ангубин аз телевизиони Баҳористон ва меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд як нафар хурдсоли соҳиби истеъдод ки аз ноҳияи Файзобод ба телевизиони Баҳористон омаданд. Номашон Исмоил 6 сола ҳастанд ва биёед дигар маълумотҳоро аз худи ӯ мепурсем. Салом Исмоилҷон. Салом. чӣ гуфтанӣ доред? Метавонед ки худро ба тамошобини телевизиони Баҳористон муаррифӣ кунед, анихтараш саломи худро ба тамошобинон расонед, зеро айни замон ҳама хишовандони шумо, дӯстонатон ва нафароне ки мухлиси барномаҳои телевизиони Баҳористон ҳастанд, интизор ҳастанд, мехоҳанд бо шумо шинос шаванд. Кани марҳамат худро муаррифӣ кунед барои онҳо. оғози ҳар сухан салом аст, маънии салом эҳтиром аст. Ман Тоирзода Исмоили Азизбек, ман аз деҳаи Олифони ноҳияи Файзобод ба шабакаи Баҳористон ба барномаи ангубин омадаам. мо дар оиламон 4 нафарем. ман додам, падар модарам. номи падарам Тоирзода Азизбек, номи модарам Камолзода Гулҷаҳон, номи додам Тоирзода Муҳаммадҷон. ин албатта беҳтарин оғоз аст бинандагони гиромӣ ва бояд гуфт ки модом ки иштирокчии барномаи мо чунин оғоз карданд барномаро, пас давоми барнома низ хеле хуб хоҳад буд, зеро иштирокчии мо чӣ тавре ки маълум гашт хеле ҳозирҷавоб аст. мегуфтед ки дар бораи кадоме аз аъзоёни оилаатон шеър медонед. дар бораи бибию бобо медонед? бале. кани хонед? بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راه دور می آید، به زور می آید. بیبیم آید ما خرسند کیسه هایش پر قند، مویز و مغز می آرد چشمهای نغز می آرد. گپهای بیبیم شیر قند برین عسل برین، بیبین کنی افسانه بیبی جان میکنه. آفرین. اکنون در باره بابایتان هم میخواد شعر خونید؟ بادام گل کرد بادام، دادام مرا گفت با مهر دادام، همه من بود دادام، از من نشانه مانده است بادام. گلرز گلبرگ باده بابام، من سبزم بانوی بابام. شعرتان خیلی عجیب. آفرین. اکنون در باره پدر و مادر، در باره مادر شعر میدونید؟ بله. کنی؟ خوشروز مادرم، دلسوز مادرم، گنج یگانه ام، خورشید خاورم. فرزند تو بزرگ، فرزند تو کلان، مانند زندگی عمری تو جاویدان. فرد ندیدم مثل تو خاکسار، مرد ندیدم مثل تو بلبار. خوشروز مادرم، دلسوز مادرم، نامی بلند تو تا کهکشان برم. آفرین. اگر باز یگان شعر دیگر هم دانید مرحمت خونید. درباره مادر باز. مرحمت. مادر گفت آشکارانه دخترکم کلان شد، در رو بچین خانه به من یاری رسان شد. خانده ها را مهر و بد دگ و طبق مهر شد، با مهمانان با تعظیم خوش آمده نگوید. با افضالی مهمان را میگیرد از پشت در، آنگاه خودش میکند تازه بالاتری تر. آفرین. اکنون درباره پدر خونید؟ پدر جانم خدا شاهید که میدانم بهایت را، به هر محفل به هر مشکل بگیرم من دعایت را. دی خواهم شادمان باشه، ز دست غم امان باشه، دلم وا می شود وقت ببینم خنده هایت را. خوشا آن روزگاران را که دستت بود بر دستم، کنون بر دیده می مالم عزیزم خاک پایت را. ز هستیت هوای دل همیشه خوب مغروب است، وجود دولت دنیا نگیر از ما هوایت را. پدر جان عالمی گنجی زماگاه تو میرنجی، حضورت مایه تنجی پذیرم حرفهایت را. پدر جان از خدا خواهم نبینه هیچگاه غم، فقط کاش که بینم دل شادی فضایت را. آفرین. درباره پدر باز میدونید؟ بله. مرحمت. پدر میگو فرزندم، توی بختم جگر بندم، ثمر از آم اگر خواهی نشین پیشم شنو پندم. بهترین است. آفرین. گفتید که دو درچه هم دارید ها؟ بله. درباره دو درچه‌تون شعر ازت کردید؟ بله.
کنی؟ دادرکم آرامی جان شادی خاندانمان راه میرود خنده کنان دادرکم گل گلان ما رو عزیز و مهربان همیشه دلجور و یکش همیشه خوشبو و یکش مثل قلم ابرو یکش دادرکم گل گلان ما رو عزیز و مهربان دادرکم توتی بر این گپ میزند شیرین شیرین با او بگویم آفرین دادرکم گل گلان ما رو عزیز و مهربان. انا اکنون که با شما و اعضایان اویلاتون شناس شدیم میگفتید که شما از ناحیه فیض آباد آمدید ها؟ عموما پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. شهر دوشنبه. درباره شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان یون که وطن شهر میدونید؟ بله درباره هر سشون شهر زیاد میدونم. آبرویم اعتبارم زندگیم روزگارم هرچی هستم با تو هستم هرچی دارم با تو دارم تاجیکستان. بهترین اکنون درباره وطن گوید کنی یون که دوشنبه؟ شهر دوشنبه شهر نمویم چون گل تو از من از تو رویم شهر دوشنبه ای چهره آرا بوی سمرقند روی بخارا. خیلی خوب. اکنون درباره وطن خواندن میخواستم؟ مرحبا. وطن سرشت من بقا و سرنوشت من زمین و زر دورشت من بیشت من محبتی تو رنگ شکفته روی سنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو دیار شعر و آسمان نوای تو نویدی من زی چشم اول خدا رسیده به من وطن سرشت من بیشت من سرم فدای نام تو هستی سرنوشت من. بهترین. انا اکنون ما درباره وطن چون سخن رو آغاز کردیم مقدسات ملی رو نوبر کرده میتوانید؟ بله. کنی؟ نشان دولتی جمهوری تاجیکستان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان سرود ملی جمهوری تاجیکستان. احسن به شما. خب درباره مقدسات ملی شعر میدونید؟ نه. میتوانید گویید که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از چند باب و چند ماده عبارت است؟ که عموما درباره کنستیتوسیا معلومات دارید؟ بله. کنی؟ گوش میکنیم؟ 6 نوامبر 1994 قبول شده است. آفرین. باز چی معلومات داره درباره کنستیتوسیا؟ نه ندارم دیگه. درباره پرچم چی گفته میتوانید؟ درباره پرچم ندونم. شعر میدونید؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان سیرنگ کرده در بر آن شکفته گلهای 7 اختر. احسن. سرود ملی جمهوری تاجیکستان رو کی نوشته است؟ شاید گلنظر کلدی و انگوش سلیمان یوداکو. پیشوای ملت ما کیست؟ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امیرعلی رحمون. آفرین. درباره پیشوای ملت ما شاید میدونید؟ بله. مرحمت. پرنور شه چراغ ای رهنمای ملت رهجوی بخت خلق ای رهکشای ملت دستان صلح و وحدت با خون دل نوشته از خشت جسم و جانت کردی بنای ملت کم سرور با عالم با چاره فراهم از امتیای ملت جز ابتدای ملت در جان دل گرفتی از صدق درد ملت کشتی طبیب ملت کردی دوای ملت از برهی کشیدی تا آگهی وطن را از آگهی ملت جستی بقای ملت کشتی شکسته ملت آمد به ساحل آخر تا از خدا رسیده ای ناخدای ملت هر به نوای قسمت از تو نوای دل یافت آهنگ برق بنمود شد هم نوای ملت با چهره کشاده با همتی زیاده بردی برو دنیا نور و صفای ملت تا چشم در بردی شمای دلکشش را تا منبر جهانی بردی صدای ملت بین هزار ملت در چشم در عیان است با قامتی رسایت از زنده جای ملت از صافیت سیاست بین مدت ترک علت با صدق می نماید خدمت برای ملت اینک چنان گندم هستی عزیزی مردم چون مردم حق بخشید در دیده های ملت خوشحال آنکه انسان بنهاده از سر صدق
دل را برای ملت، سر را به پای ملت. ای طفل ملت از تو هنگام زندگانی، خوشنام زندگانی پر دلیای ملت. ای جان دل منور، ای سوی نور رهبر، از تو ضیا گرفته اهل ضیای ملت. ای رهنمای اختر اندر سمای دوران، ای دل فدای ملت، ای جان فدای ملت. شد پیش راه ملت و از تو سوی دولت، پیش ری تو بود ای پیشوای ملت. تشکری زیاد. خیلی شعری در روز اجود کردید ها؟ با همراه کی اجود کردید این شعر رو؟ به همراه مادر. انا من یک شعر پیشوای ملت خیلی در روز بود. آن رو در مدت چند روز اجود کردید؟ در مدت یک روز. در یک روز نمیتواند که اینقدر شعر رو یک خورد اجود کند؟ من تانستم. شما تانستید. بهترین است. انا اکنون درباره قهرمان ها گپ زنه میشته باشد؟ بله. قهرمان های جمهوری تاجیکستان کی هستند؟ 6 نفرند. در صدرالدین عینی، باباجان غفار، امام علی رحمان، میرزا ترسونزاده، نصرت الله مقسوم، شیرینشاه شاه تیمور. آفرین. از صدرالدین عینی شعر میدونید؟ بله. کنی؟ بیاید ای رفیقان درس خوانیم، و بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، با چشم اهل عالم خوار گردد. از میرزا ترسونزاده؟ بله. کنی؟ تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوست آیند گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. آفرین. برای ما نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان میشویم که شما برنامه انگوبین را تاریخ تلویزیونی بهارستان با اشتراک اسماعیل جان از ناحیه فیض‌آباد تماشا کرده هستید و برنامه ما تا حال ادامه دارد. از این رو با شبکه ما بودن را فراموش نسازید. و بینندگان گرامی باید گفت که هر یک اشتراکچی برنامه انگوبین با همراه خود یک دفتر مخصوص می‌آورد که در آن همه معلومات می‌دانسته، شعر و غزل‌ها، افسانه‌ها، حکایه‌ها، همه آن چیزی که اشتراکچی می‌تونه در همین دفتر فراهم آورده شده است و اسماعیل جان نیز استثنا نیست و او نیز با همراه خود یک دفتر خیلی کلان را آورده است که داخلش پر از شعر و سخن است و ما عین زمان تاریخ همین دفتر با اشتراکچی برنامه‌مان هم صحبت خواهیم شد. انیخترش سوال و جواب خواهیم کرد. این دفتر رو کی برای شما آماده کرد؟ مادرم. مادرتون خودشون نوشتن یا اینکه خودتون؟ مادرم نوشت. شما نوشتن نمیتوانید؟ میتونم. میتوانید. خوانده چی؟ بله. بله. خوب، اینجا در قطار دفتر بینندگان گرامی یک چند ایانیت ها و کتابچه های مخصوص آورده داشتند و ما این زمان تاریخ آنها با همراه اشتراکچی‌مان کار خواهیم کرد. انیخترش سوال جواب میکنیم و شما نیز با ما بودن را فراموش نسازید. خب گفتید که حرف ها رو میشناسم هم؟ بله. یعنی خونده میتوانم. بید با حرف ها شعر گوید. الا الا گفتم من، اکا بیا گفتم من، اکنون مشو یکدم از ما جدا گفتم من. من نگفته بودم که با کدام حرف شعر خونید. خب بیایید با حرفی و شعر میگیم. اینجا به است که و نیست. اینجا و است. ها اینو میگه. بله بله بله. اول اینو میخوام با اینو با این رو. نه ما آمیخته میخونیم. ها مرحمت. وطن ماست آباد، وطن ماست آزاد، وطن گویم خانه، وطن زما شود شاد. آفرین. خوب کنی ورق میزنیم با حرفی د. درسم چو کردم تیار، در خانه میکنم کار، دست مادر بگیرم در کار خانه بسیار. با حرفی یا. یاری دیم پدر را، یاری دیم مادر را، یاری را دوست دارم، یاری یکدیگر را. با حرف ژ. ژولی دموس عدالت، ژولنه چشمه آرد، ژولنه که عجایب، ژولنه خوشگاید. خیلی خوب. با حرفی ز. زباندانی سر قدر، زباندانی این هنر، ضرور بود که دانی زبان مادر پدر. با حرفی که. کتاب اثر چه خوب است که آن به ما محبوب است، کسی نخواند کتاب کاری اون مطلوب است. با حرفی نه.
نان از راحتی ما، نان از قوتی ما، نان از جان آدم، نان از دولتی ما. با حرف او. آبی روان بخش ما، آبی ثمر بخش ما، عالم نور و صفا، عالم نشأ و نما. با حرف ر. رفیدچه به دستم رفتم، دو کلچه بستم رو بند تا سین حولی رخصت گرفته جستم. با حرف س. سالی نهم نزدیک است، ساعت در تکتیب است، سلامی ورفی بابا سلسله تبریک است. با حرف ت. تیر ما آمد پسند تا ثمر داده چند تانهای پخته باد تا به سما شد بلند. با حرف او. اردوی نوجوانم، امید رفتگانم، عمر وطن پرستم، استون آن به جانم. با حرف چ. چهوری باشد هنر، چهوری مکنون نگر، چابک مازی کدو چکن زن چون مادر. میتوانید چکن دختر؟ نه من ندارم. شما فقط شعر رو اجاد میکنید تمام ها، در عمل کردن نمیتوانید؟ بله. با حرف ش. شهر کلان شهر ما، شهر جوان شهر ما، شهر پر از تلاوت، شعل افشان شهر ما. بهترین است. صدای صعب شیرین، صدای صعب مهیم، با پر با رنگ صعب با نازنین. یعنی علامت سکته در اولی کلمه، در اولی جمله نمیآید ها، در مبانی کلمه میآید، در آخری کلمه میآید. آفرین. با حرف ا. اعلان چوین شد، اعلان نازنین شد، الچی بزاود و ار الک متعین شد. با حرف یو. یوهان گیاهی کوزش، یوهان چی باشکویست، یوهان دوای دارو، نسخه به شان چیست. با حرف یا. یک روز گرمی بهار، یک شد آبی کوسار، یک در شد پر سر، یک زمان گشت آن بخار. المسای کلچرو، اسمه کشید به ابرو، اسمه او رنگ شد، اسمه چی لازم به او. آفرین. با حرف ج. جمله کلام نشویم، جوی دمان نشویم، جاری به هر سو شده جان جهان نشویم. بینندگان گرامی، چه تبریک خود شما نیز پای بردید. اشتراکچی برنامه ما به معلوم میتواند حرفا رو شناسد، با حرفا شعر خواند و حتی خوانده هم میتواند، زیرا در بعضی جاهایی که او خطا میکرد از روی همین کتاب دیدم شعر رو بروتر قرائت نمود و از اینجا برمی آید که او در قطار حرف ها اینچنین رقم ها رو نیز خوب میشناسد. میخونه؟ بله. و از این رو ما میگذاریم به موضوع دیگر. خب، از شاعران کلاسیک شعر میدونید؟ بله. مرحمت خوانید. از ابو عبدالله اردکیل. مرحمت. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش به نیاز. مردمان بیخرد اندر هر زمان، راه دانش را بهر کن زبان. گیر کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، از همه بد بر تن تو جوشن است. آفرین. خوب، باز از کدام شاعران کلاسیک شعر میدونید؟ از حافظ شیرازی شعر میدونم. مرحمت. دل میرود زی دستم صاحب دلان خدا را، در داکی بیزی پینهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانم ای بادی شده برخیز، باشد که باز ببینیم دیدار آشنا را. 10 روزه میری گردم افسانه هفته افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یاران. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، بار تفقد کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتین تصویر این دو حرف است، با دوستان منومت با دشمنان مدارا. هنگام تنگدستی در عشق شمستی، کم کیمایی هستی قارون کند گدا را. حافظ به خود نپوشین این حلقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. خیلی خوب. از ابوعلی ابن سینا میدونید؟ بله. مرحمت. از قهر گلی سیاه تا عاجز و حال، کردم همه مشکلاتی گیتی راحت. بیرون جستم زبند یک زبند هر مکروهیت، هر بانک شده شد مگر بند عجب. آفرین. خوب، در از شاعران کلاسیک شعر خوندید؟ اکنون میخواستم بدونم که از شاعران معاصر شعر میدونید؟
از بزرگ صبیر از بزرگ صبیر مرحمت. سایه و پرمهتاب شب خم خمی فیض آباد عکس شب مهتابی در شبنم فیض آباد بینگر تو در لاکش گل ماهی افلاکش گل ماهی طلایی از دل نکند پاکش خوش آنکه در این ساعت از درزه کنم بیشتر در درزه پهلویم چیرک افزونگر پر سایه و پرمهتاب شب خم خمی فیض آباد عکس شب مهتابی در شبنم فیض آباد یک گوشه از این صحرا یک پاره از این مهتاب ما را بس از این دنیا. تشکری زیاد. این شعر از کی بود؟ از بزرگ صبیر بود. آفرین. خوب ادامه میدیم. اکنون ورق میزنیم. ای دهه من. ای دهه من ده کوهستان من با تو مسرور من با تو خندان منظره هایت ذوق و نشاطم آبی زلالت آبی حیاتم آغوش گرمت آغوش مادر هستی تو بر من با جان برابر. خوب شما خواندن میتوانید نوشتن رو چی میتوانید؟ بله امسال با مکتب میروید ها؟ بله درباره معلم مکتب شعر میدونید؟ بله کنی خوانید مرحمت. سر می شود به عالم راهی دراز مطلب از حکمت معلم از آستان مکتب به مکتب و معلم دنیا همیشه تار است با مکتب و معلم یک اون نوبهار است. بهترین است. باز یک شعر دیگر میدونید؟ بله از معلم معلمی مهربان رتان در دل و جان لحظه شیرینی روان ما از شما آموختیم به هر سوال جواب را دانستن حساب را هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم حفظ خاک وطن را با صادق بودن را از باغ و چمن را ما از شما آموختیم. احسن به شما. خوب کنی بیاید میبینیم که درباره چی شما شعر میدونید ها؟ من یک سوال دارم. درباره مکتب و معلم خوندید و درباره از همه مهمترین سرچشمه دانش درباره چی نخوندیم شعر؟ کتاب ها؟ بله میدونید شعر درباره بله. کتاب؟ مرحمت خوانید. خواهی که دانا شوی زور و توانا شوی از تحت دل کتاب خوان حکیم و دانا شوی انیس کنج تنهای کتاب است فروغ صبح دانای کتاب است. بهترین است. بیشتر ز کتاب در جهان یار نیست در غم کرده زمانه غمخوار نیست یک لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت است هرگز آزار نیست. اکنون میبینم که شما با همراه خود عیانیت ها رو آوردید ها؟ اینجا عیانیتی حیوان های وحشی و خانگی است همه خیلی؟ بله خب این حیوان ها با کدام گروه حیوانات داخل میشن؟ با حیوان های وحشی یا اینکه خانگی؟ وحشی. چه حیوان ها خانگی نیستن؟ انا بینید گربه است اینجا. نه گربه نیست اینها حیوان های خانگی اینها. این چی است؟ این حیوان های وحشی. میگفتید که این حیوان های وحشی از خانگی چی فرق دارن؟ برای چی ما حیوانی وحشی میگیم برای چی خانگی؟ شما از با کدام واسطه فرق میکنید؟ از کجا میفهمید که اینش حیوانی خانگی است اینش باشد وحشی؟ من میدونم. از کجا میدونید؟ من میدونم از هر جا میدونم از این میدونستم حیوان های وحشی با آدم ضرر دارن. یعنی با آدم ضرر رسونده میتوانند ها میگزند همین خیلی؟ بله میگزند. خب انا کنم بیاید نمبر بکنیم این کدام حیوان وحشی است؟ حیوان وحشی شیر است. شیر است. شیر به زبان روسی چی میشود؟ لیو. لیو. اینش چی است؟ یوز پنتره. پنتره. خب اینش چی؟ یوز الار جاگوار یگوار. اینش چی؟ پلنگ لئوپارد. لئوپارد. اینش چی؟ خرس بیار مدویدی. مدوید ها؟ بله. اینش چی؟ پاندا. پاندا. اینش چی؟ گرگ ولف. اینش؟ روبا لیسا فوکس. اینش؟ پوما نوشاراک رینوکروس. خیلی خوب. اینش چی؟ فیل سلان الپان. اینش چی؟ گپارد یوز کیتا. اینش چی؟ سلوسی ریسی لونگز.
ریس ها؟ بله. اینش چی؟ این گورخر. زبرا. زبرا. غزال انتیلوپا. کاتی. آفرین. اینش چی؟ خس فرد خون یک. اینش؟ کربوش کرات ماله. زرافه گرافه. شاهگوزن لاسی الک. لوس هم؟ اینش چی؟ بهمود بیگموت. انا اینش چیست؟ کنگرو. اینش؟ گوزن آلنی دعا. آلینی ها؟ اینش چی؟ خوگوشی کبان بوار. اینش؟ قشقادا بدگر برسوک. برسوک. اینش چی؟ کفتار هینه گیگینا. اینش؟ هندونه منکر آبزیانه. میمون ها؟ سنجاب بلکه سیدیه. ساسال منکر کنیسه. کنیسه. اینش چی؟ مرچخور انتاتر مرویت. آفرین. انا کن بیت حیوان های خونگی رو میبینیم ها. شما گفتید حیوان های خونگی. یعنی کدام حیوان های یک بار نمبر کنید؟ حیوان های خونگی. این کدام حیوان است؟ حیوان خونگی. بله میدونم که حیوانی خونگی، ولی نمش چی است؟ کروبا. بیت خوب من همه خیلی نشون میدهم چون تماشا بینن با زبان تاجیکی علاقه میشناسن این حیوان ها را. شما تنها با زبان روسی بگید. مالش؟ بله. اینش چی؟ وربلیود کامل. لاستوچکا سوالو. لاستچка свелов میشود. بله. لیکن شما اسب رو کمی خطا کردید. اسب با زبان روسی لошадь میشود. لошади. با زبان انگلیسی چی میشد؟ هارس. خوب. اینش چی؟ بوش کوزیول. اینش چی؟ سگ سبکا دوگ. اینش؟ خر اصول دانکه. خوک سوینه پیک. گوسفند آلچه شعب. افزا شیپ. اینش چی؟ خرگوش کرالیک رابیت. اینش؟ ماهی ریبه فیش. اینش؟ گربه کشکه کت. اینش؟ مرغ کرچه هن. اینش؟ مرغ مرجان ایندیوک ترکیه. مرغابی اوتکا دوک. اینش؟ کپ کراپتکا پرت ریده. کبوتر голуби дове. Канарейка канария. Фарштук ласточка свелов. توتی پاپوگای پرات. به نهایت خوب. انا اکنون میگفتید که درباره کدومی از همین حیوانات شعر میدونید؟ گنجشکک نمیدونم. خانی مرحمت. گنجشککی میده خوشرویک در پنجه ها شخشه ها در بالای بوته ها نشسته بازی میکرد خودم مسازی میکرد. آفرین. باز درباره کدوم حیوان شعر میدونید؟ درباره توتی بزیم زد قناتشی کرد. قمری و زبی اون رو داشتن در قنات او دارو مالیدن. باز درباره چی؟ درباره گربه نمیدونید؟ بله میدونم. مرحمت خانه. میاو گربچه سومرا گربچه از تیرزه گرخته کوچه مرا گربچه من منیسی تو هستم مهر به تو بو بستم بیا رویم بازی کنیم دست رو ده بدستم. باز درباره چی میدونید؟ درباره سگ میدونید؟ بله. باران باریک چک سگچه نمود اک کردم میام راشانه برآمدم از خانه سگچه را کی تر دیدم کجا بودی پرسیدم سگچه در میدان بود است همراه ماشان بود است تخته تر شده است تا میدری سر شده است اول نمودم کاش بعد نمودم نوازش سرش را بستم اندک نزدش نشستم شیرش داده پیچاندم علفته خوابوندم. آفرین. باز درباره کدام حیوان میدونید؟ برچه کلچه کدوچه دو چشمه کد آلوچه این لبت کد گل برین آن لبه کد گل برین آوازه که فارمش خانش بلبل برین. خیلی خوب. انا اکنون چون که میبینیم اینجا با خود کتابی افسانه ها رو هم آوردید ها؟ بله.
شما یگان افسانه میدونید از بله. داخلشون؟ کدام افسانه به شما پسند است بیشتر؟ افسانه مور و انبور. این کتابچه هست هم مور و انبور افسانه است، ولی این بینندگان گرامی افسانه نظمی می باشد و عین زمان اشتراکچی برنامه ما برای شما آن رو قرائت میکنند. همین خیلی نه؟ بله. مرحمت. یک مور بود در یک زمانی دور بود، پیراهنش از تور بود، زحمتکش و مشهور بود، همسایه از زنبور بود، بدنوس و پرخور بود، دندان درد از زور بود، ترسان یک انبور بود، انبورکی مغرور بود، او جوره با تنبور بود، همراه او مسرور بود، ای ناله بود ای شور بود، بعد حالکی زنبور بود، فیروزن تنبور بود، دندان کن آن مور بود. تشکر زیاد. به نهایت افسانه نظمی خوب بینندگان گرامی که این زمان ما رو تماشا کرده ایستادید، چون این کتابچه ها رو به هر یک شما توصیه میدهیم و شما نیز میتوانید همین گونه شعرها افسانه های نظمی رو از یاد کرده به برنامه ما آیید و خود رو به دیگران معرفی کنید. اکنون از اینش کدام افسانه رو میخونید؟ از لطفت کنجا کنی؟ از اینجا. از کجاش؟ آنها همینش. این در یک زمانی دوری دور. ها بله. در یک زمانی دوری دور، در عالمی پر از سرور، در حولی یک کوچه آمد به دنیا چوجه، مانند نه بر دادران، مانند نه بر خواهران، دانا یک هوشیار بود، خوشحال به آزار بود، گفتا پدر جان السلام، خورشید تابان السلام، ای مادری جان السلام، ملکی نیاگان السلام. بعدی سلامی خود خروس، گفتا چه گفت این چه روز، که چوجه بود حرفدان، دانا چه طفل آدمان. خورشید خندید و بگفت این سی را باید نفت، شادانه گیره دست کنار با مهربانی هزار. این چوجه عالی جناب آخر زمان از روز اول در دوان، شعر و غزل خوانی کند، هم چوجه ها بانی کند. روز چوش و چوجه کسل، مادر گرفت او را بغل، گفتا چه خواهی بچه جان اجرا کنم اندر زمان، خواهی مگس یا تارتنک یا کیم یا کی شهپرک. این چوجه عالی جناب گفتا به مادر در جواب، نه نخواهم هیچ چیز، نه پشه و دانی لذیذ، خواهم فقط فردا سحر مکتب من و پدر. حیران از این خواهش پدر بر مکتب آوردش پسر، بر چوجه آخر زمان داد او راهی مکتب نشان. چون چوجه بود دانا چه خود، در رو الف با خواندی شد، در مکتب در درس حساب بگریف پنجی به حساب. شعر و غزل خوان بود او، هر جا که مهمان بود او، ساد و سرودش بین بم از هر دل می برد غم، خود را غم داد آب تا بگذره از روی آب. در بعدی سفر آشی پلاو با جوره ها، سیر و سیاحت داشت و از جو و جو از کو به کو. بعدی سفر آشی پلاو با جوره ها این نو بنا، خوش استراحت نکند هم خوش فراغت نکند، مشهور با علم حساب با عینک و چوب کتاب شد، چوجه پایان کار در مکتبش آموزگار. آفرین، خیلی قصه خوب و باش ما نیز توصیه میدیم که نمیخیل به مثل چوجه وقتی که به مکتب رفتید دو یک شوید. آفرین. و میخواستم پرسم که شما چیستون میدونید؟ بله. کنی؟ مرحمت. بیاید میخیل میکنیم شما با من چیستون میگید، من جوابش رو میابم. میشود؟ بله. مرحمت. آن چیز که دو نام دارد، یک خواجه و صد غلام دارد، سنگی بچه های جامع گلنار در شکمش مقام دارد. جواب این چیستان چه شد؟ یک مرتبه دیگر اون رو میخونه. آن چیز که دو نام دارد، یک خواجه و صد غلام دارد، سنگی بچه های جامع گلنار در شکمش مقام دارد. نرفته؟ نرفتم. تربوز. فهمم. خوب باز کنی؟ انجای جانور دیدم در این دشت، هزارات تیر خود از زنده میگشت. چه میشه؟ یک بار دیگر.
عجایب جانوری دیدم در این دشت، هزاران تیر خورده از این دم گشت. فیل؟ نه شیر؟ نه خرپشتر. خب در پشتش خور دارد ها؟ بله. من خوب فکر نکردم. خوب کنی باز؟ آن چیز که دو پا دارد، ایستادن نمیتواند، در بالایش نشینی به منزل نرساند. چه شد؟ ماشین؟ نه. ماشین دو پا ندارد، ماشین چهار پا دارد. بله. ولاسیپد باشد؟ بله. انا دیده یافتم. اکنون برای من قرصک زنید کنی؟ این نمیشود. من جوابش رو یافتم که بلندتر. 3 بورک؟ انا 5 باشد. آفرین. خوب بیاید باز مرحمت گید کنی. باز میدونه چیست دنیا که بس؟ شب بدارم کرد، روز بزارم کرد. تشکر زیاد اسماعیل جان. باری دیگر با برنامه ما خوش آمدید و بینندگان گرامی، در حقیقت هم برنامه خیلی خوب گذشت، زیرا اشتراکچی برنامه ما هم شوخی های خوب داشتند، هم خیلی فعال بودند، چیستان های خوب میدانستند و عموما فکر میکنم که چنین نورسان، چنین خردسالان در کشور ما خیلی زیادند و محض برنامه انگوبین است که معرفی‌کاری استعداد فرزندان شماست و از این رو ما شما رو با سراغ شهر دوشنبه کوچه شهر 31 تلویزیون باوریستان انتظار هستیم. خوب بینندگان گرامی، اینجا میرسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین، ولی ما برای شما یک تحفه داریم. شما که حرفا رو میشناسید و عیونیت ها رو علاقه دارید، از این رو ما تصمیم گرفتیم که با شما یک چیز دیگر هدیه کنیم که با شما لازم است. میخواید دونستن که این چیست؟ بله. خوب. و این با شما اسماعیل جان. این الف باز ها؟ بله الف باز. رحمت. سلامت باشید و امیدواریم که شما از این کتاب استفاده میبرید و اون رو میخونید ها؟ بله. من درباره الف با شنیدم. مرحمت. من الف با میخوانم، بورا میخوانم. الف بای صورتش جدا بسیار، قد راهی کلام بچه ها شاد خندان، سوی مکتب میران مرغابیان میدوان. تشکر زیاد و در برنامه های من بعد ما شما رو دعوت میکنیم و از روی همین کتاب با شما باز سوال جواب میکنیم. میشود؟ بله. و بینندگان گرامی، حالا باشد با شما نیز خیر و خوش میکنیم. شما نیز به مثل اشتراکچیان برنامه انگوبین دانایک و کنجکاو و حاضر جواب بودن را فراموش نسازید تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.